سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. خدا کنه خوب باشید. من اسکندر تنین هستم، یک عضو از مرکز شبکه‌سازی جوانان. بنا به درخواست های خیلی زیادی که ما از طرف شما خوبان دریافت کردیم، خواستیم که امروز نحوه اپلای در بورسیه دیانت ترکیه را یک ویدیو آموزشی ثبت کنیم و به اشتراک بگذاریم. خب دوستان عزیز، اولتر از همه ما وارد وبسایت بورسیه دیانت شدیم. ما لینک وبسایت را در دیسکریپشن ویدیو و همچنان در کمیونیتی که ما در واتساپ داریم اشتراک میگذارم. زمانی که اول شما وارد اپلیکیشن وارد لینک ازی شوین، اولین صفحه که است به زبان ترکی می آید. این از قسمت ترنسلیت در هر براوزر که شما استفاده میکنین میتونین ترنسلیت کنین از ترکی به انگلیسی و بعد این قسمت اسکالرشیپس گزینه اینترنشنال آناتولیان امام حاتب را انتخاب میکنین. این ما را میبره وارد سایت بورسیه امام حاتب میکنه. خب در این قسمت پایین روی گزینه انگلیش ما میزنیم. بعضی از ریکوایرمنت ها و چیزهای ضروری در بورسیه در این قسمت ذکر شده. اینجا اولتر از همه گفته که کسی ثبت نام میکنه باید که سیتیزنشیپ یا سیتیزنشیپ دولت ترکیه را نداشته باشه. دومینی که بعد از سال 1/1/2009 به دنیا آمده باشه و همچنان سنگل باشه. فیصدی نمرات در مکتب حداقل 70 باشه و بالاتر از او هر چقدر بالا باشه در لیست اولویت قرار میگیره. و همچنان دیگه بعضی از قوانین و ریکوایرمنت هاست که در این قسمت خودتان میبینید، اینا را بخوانید. خب زمانی که ما قسمت را خواندیم روی زینی گزینه کلیک میکنیم، یا که اگر زبان را چنج کنیم گزینه اپلای است. خب من بازم زبان را چنج میکنم از ترکی به انگلیسی. اپلای ان لاگین را میزنم. خب آمدیم روی گزینه اپلای ان لاگین. خب دوستان عزیز، به خاطر که من قبلا جور کردیم اکاونت، به خاطر اینجا بر من دو تا اکاونت آمده و میتونم که لاگین کنم. اگر که از اینا انتخاب کنم، اینجا مثلا ایمیل آدرس ما وارد میکنم و بعد از ایمیل آدرس دوستان عزیز پسورد این قسمت وارد میکنم و بعد یک پسورد ما وارد شد، گزینه لاگین را میزنم تا لاگین شد. ولی دوستان اگر شما اولین بار است که وارد اپلیکیشن میشین، گزینه فایند پروگرام ان رجیستر را روش کلیک کنین. در این قسمت اینجا برای شما اول سوالی که میکنه در قسمت نشنالیتی است، از کدام کشور هستین؟ افغانستان. نکست را میزنم. جندر یا جنسیت شما. برتیت دوستان عزیز خیلی متوجه باشین، مثلا 15 مارچ 2009 به دنیا آمدیم و در این قسمت اما پروگرام هایی که من الیجیبل هستم که در اونا اپلای کنم اینا هسته. اینترنشنال آناتولیان امام حاتب را من انتخاب میکنم. از حالا 45 روز وقتش باقی هسته و روی ازی کلیک میکنم. روی گزینه نکست ایژوکیشن لیول من سکندری را انتخاب میکنم. بازم نکست. اینجا ما گفته که شما در اینی اینترنشنال آناتولیان امام حاتب های اسکول پروگرام الیجیبل هستین و میتونین اپلای کنید. خب من گزینه رجیستر را میزنم و در رجیستریشن اینجا فقط ایمیل تان وارد میکنین. بعد از اینکه ایمیل وارد کردین، در این قسمت دوباره ما ایمیل وارد میکنین و این قسمت یک در پسورد میمانین. خب من پسورد میمانم. خب پسورد ماندم. در این قسمت باز من پسورد دوباره تایپ میکنم. خب دوباره روی گزینه رجیستر میزنم، ولی اینجا گفته که یوزرنیم به نام استنین12@gmail.com قبلا در سیستم موجود است. شما به جای رجیستر روی گزینه لاگین باید کلیک میکردین. ولی دوستان عزیز، کسایی که تازه وارد اپلیکیشن میشین، شما باید که رجیستر را بزنین و عین مراحلی که ما آمده اینا رو پیش برین. خب فرض بگیریم که ما آمدیم اکاونت منجور کردیم، بار دوم است که وارد اپلیکیشن میشیم. خب یعنی قسمت
لاگین پیج ما معلومات ما وارد میکنم و گزینه لاگین را میزنم تا مرا ببره داخل خود اپلیکیشنم. دوستا بعد از اینکه شما لاگین کردین یگینی تو صفحه برای شما نشان میده. در این قسمت پروگرام مورد نظر خود انتخاب کنید. در این قسمت اگر که به سمت پایین کس روی زینی کلیک کنید تا باز شود و اینجا در پایین گزینه اپلای را بر ما داده، اینی را روش کلیک میکنیم تا که باز شود. خب اینجا معلوماتی که لازم بود ما قبل وارد کردیم. مثلا اگر بازم دوباره وارد کنم عکس رو روی زین قلم کلیک میکنم، چوز فایل میزنم و بعد از سو عکس تا پیدا میکنین دوستان عزیز. اوپن رو میزنین و گزینه سیف چینج. خب عکس دوباره وارد میشه سیف سکسسفولی. خب در این قسمت نام خود وارد میکنین. در این قسمت هم تخلص دانه دوستان عزیز. در قسمت املا اینا خیلی دقت کنین و در این قسمت که است do you have a middle name گفته که اگر کدام نام میدل نیم داریم اینجا میتونین نوشته کنین. خب اگر ندارین خاموش باشه، اگر دارین این را فعال کنین و اینجا نوشته کنین. نشنالیتی ما افغانستان است. سیتیزنشیپ افغانستان را دارم. سیتیزنشیپ دوم من فعلا ندارم. خب این گزینه رو خاموش میمانم. do you have a second citizenship من خاموش میمانم. اگر روشن بانیم با سیتیزنشیپ یا ملیت دوم را وارد میکنیم. نوعیت آیدنتیتی کاردی که ما دارم پاسپورت است. اینی نمبر پاسپورت است که ما وارد کردیم. دوستان عزیز در قسمت از این نمبر پاسپورتتان خیلی دقت کنین، به خاطر که یک اشتباه کوچک شما میتونه که برتون کلان جنجال باز در آینده بسازه. خب اگر که بیایم قسمت نمبر پاسپورت را برای دوستان نشان بدم. این قسمت نمبر پاسپورت شما است. در بالای نامتان این قسمت نمبر پاسپورت است. خب جندر را این قسمت ما انتخاب کردیم. میل، تاریخ تولد وارد کردیم. وضعیت تأهل را religious belonging اسلام، religious sect ما شیعه هستیم. ethnicity یا قومیت ما هزاره است. do you have health problem or surgery اگر کدام مشکل صحی خدای نکرده داشته باشین نور این قسمت فعال میکنین و اینجا توضیح میتین که چی است. و در این قسمت که گفته چیز فایل اینجا اونمو هر مدرک آیدنتیتی کارت که در بالا انتخاب کردین. مثلا من پاسپورت خود انتخاب کردم. خب در این قسمت پاسپورت را اپلود کردیم. یا اگر که مثلا بخوایم که از نو دوباره اپلود کنم چیز فایل روش کلیک میکنم، آمدم قسمت جایی که اسنادهای من قرار داره پاسپورت را انتخاب میکنم، گزینه اوپن را میزنم. اوپن را بعد از یک زردم دوستا این یک قسمت که تمام شد روی گزینه سیف کلیک میکنه تا که معلوماتتان سیف شود. خب کانتکت انفورمیشن است که ما تا ایسا پر نکردیم. خب ما از افغانستان هستیم، شهری که زندگی میکنیم کابل است. فون نمبر ما این قسمت افغانستان انتخاب میکنین و بعد از او فون نمبر را وارد میکنین. خب ایمیلی که ما داریم istanin12@gmail.com است. فامیلی ریلیشنشیپ تایم مثلا اینجا من نمبر برادر خودم میخوایم وارد کنم. خب به گزینه سیف کلیک میکنم و این بخش سیف میشه. Education information من میگم که سکندری اسکول فارغ شدم، فعلا هم در حال خواندن است، یعنی وارد های اسکول میشم. کشوری که ما اینجا میخوانم افغانستان است. شهری که ما اونجا درس میخوانم یا ولایت مغور است. نام مکتب ما بخسنگ های اسکول است و صنفی که ما فعلا دو میخوانیم دست. سیستمی که ما زو نمرات خود اخذ میکنیم بالاترین نمبرش 100 است و نمبری که ما اخذ کردیم 97 است. اون رو دینی قسمت افریج سکور بانین و همچنان تاریخی که ما مکتب را شروع کردیم در مکتب وارد شدیم و تاریخی که از صنف نهم یا سکندری ایژوکیشن فارغ شدیم اینی تاریخ بوده و اینی تاریخ استاردش بوده. اینجا ما
امو فایل اسنادای موارد میکنم. امی اسکول ریپورت من نامشه گذاشتم. اسناد مکتبم است که از صنف هفتم، هشتم و نهم است و او رو اومده این قسمت وارد میکنم. خب اینجا چند تا سوال کوتاه از ما پرسیده. گفته که مادرتان حیات است؟ بله شکر. فادرتان همچنان الحمدلله. پرنس گفته که جدا شدن است هم نخیر. specify your level of Islamic education. گفته که بلدیت شما به اسلام هم میگم که خیلی خوب است. indicate your level of knowledge of Holy Quran. از قرآن شریف چی میخواییم؟ ما میگیم که I got some memorization. و این رو دوستان عزیز متوجه باشین، اگر شما حافظ هستین یا هر چقدر که خودتان به قرآن شریف بلدیت دارین، اما گزینه را انتخاب کنید. در این قسمت گفته که I want to continue in the field of theology. اگر شما میخواین که در این رشته تئولوژی قرآن شریف ادامه بدین، اینجا گزینه yes. اگر نمیخواید نور بزنید. خب من yes را انتخاب میکنم و بعد از write related of intent است. دوستان عزیز خیلی متوجه از اینی قسمت باشین. اینجا ما فقط میتونیم 100 کلمه اما letter of intent را نوشته کنیم. خب من از قبل ایران ماده دارم و میایم در این قسمت انتخاب میکنیم و روی گزینه کتمه میزنم و ایره پیست میکنم. خب دوستان ای وارد شد. بعد که قسمت وارد شد، اینجا بر ما گفته که اگر کدام بخش از اپلیکیشن برایتان انکلیر است، یعنی که خوب واضح نوشته نشده، اونا رو بر ما توضیح بدین چرا و کدام بخش. خب ما میگیم که every step is clear. خب اینترویو پلیس، جای اینترویوتان دوستان عزیز خیلی متوجه باشین. در افغانستان تنها 2 جا فعلا امتحان میگیره، یکی کابل است و یکی در بلخ امتحان میگیره. خب من کابل رو انتخاب میکنم به خاطر که ما در کابل هستیم و نظر به ای که شما در هر جای هستین این رو باز انتخاب کنین. بعد از این کابل رو انتخاب کردین، اینجا متوجه باشین که اینی دکمه رو باید که تیک کنین و نمبر که شما میتونین اینجا انتخاب کنین. فقط یک جای شما میتونین که اینترویو بدین. خب قسمت اسکول پریفرنس است. اسکول پریفرنس یعنی که امی مکتبایی که شما انتخاب میکنین. خب من یک گزینه رو فعال میکنم. ببینید دوستان عزیز اینجا لیست مکاتب قرار داره، هم برای دخترها و هم برای بچه ها. شما دوستان هر مکتبی که مورد نظرتان است از اینی حرکیا که به طرف بالا و پایین است اینا رو انتخاب کنین و اون مکتب مورد نظرتان به لیست اولی قرار بدین. و بعد از اینکه مکتبا را کلا جابجا کردین، اما مکتبایی که خوش دارین و مکتبایی که به اساس از اطلاعاتی که شما دارین فکر میکنین که خوبتر است و ناد لیست آمد، باز ما رو چیکار میکنین دوستان عزیز؟ از این قسمت تیک میکنین. خب ما 5 دانه مکتب را انتخاب کردیم. اگر این دکمه را فعال کنم، یعنی که من نمیخوایم به جز از اینمی 5 مکتبی که ما انتخاب کردیم در دیگه مکتبا را پیدا کنم. خب دوستان عزیز اینی نظر به ما علاقه که خودتان دارین اون مکتبایتان انتخاب کنین و ما پیشنهاد میکنیم که اینی دکمه خاموش باشه، به خاطر که در بالا هم گفته که the choice you make do not mean that you will definitely be placed. یعنی انتخابی که شما انجام میتین به صورت 100% شما در همون مکاتب نمیرین و به او خاطر اینی قسمت را خاموش کنین. خب اینجا رفرنس تایپ رفرنس است. رفرنس یا همون کسی که برای ما رفرنس میته یا ریکمندیشن لیتر پروواید میکنه. رفرنس ما چند نوعیت داره، اکادمیک است، پرسونال است یا مثلا کاری است. خب من اکادمیک رو انتخاب میکنم. نام از دو شخص رضا ساحل است، راه ارتباطی از موبایل فون است و اینی هم نمبرش از ما در این قسمت وارد کردیم و اینی هم ایمیل زادم و ورکینگ اینستیتیوشن جای کار میکنم بخشنگ های سکول است. فعلا در اونجا به حیث منیجر کار میکنم. ببینین دوستا که اینجا منیجر در زبان چی آمده؟ ترکی آمده. اگر بیایم که زبان را انگلیسی ترجمه کنم، خب انگلیسی ترجمه شد. اینه میبینین دوستا چی است؟ منیجر.
جاب تایتل از دادم، ما میگیم که آدر است و اینجا اکسپلین میتیم که اما آدم در مکتب یا آدم جای کار میکردن چی کاره بود. رضا ساحل was the head officer of Bigsang High School during my studies. اینجا بعد از یک تمام از این معلومات را وارد کردین، باز اپلیکیشن تا نمیتونن که یک بار از اول تا به آخر ریویو کنین، ببینین که کدام قسمتش مشکل داره و کدام قسمتش مانده از پیشتان، یا مثلا این قسمت رادیو ریلیتر آف اینترن را خوشتان نمیآید، میتونین تغییرش بدین. خلاصه یک ریویوی کامل از تمام اپلیکیشن تان داشته باشین. دوستان عزیز، ما نمیتونیم فعلا در این تاریخ که اینجا انتخاب کردیم در این تاریخ بتونیم که در این بورسیه اپلای کنیم، به خاطر که بورسیه گفته که در سال 2025 شما باید که از مکتب فارغ شوین، البته از دوره سکندری ایژوکیشن. خب این رو ما تغییر میتیم دوستان عزیز. 2027 که از 2015 تا 2027 12 سال میشه. خب ما این رو تغییر میتیم، میگیم که ما در 2024 از دوره سکندری یا که مثلا متوسطه فارغ شدیم. خب ما گزینه سیف را میزنم، یعنی معلومات ما در اپلیکیشن دوباره سیف شد و بعد از او میایم در قسمت آخر که آمدم اینجا گزینه آی دیکلیر را میزنم، دوباره اپلای را میزنم و بعد از او یس میگم. خب اپلیکیشن سکسیدید، ما اپلیکیشن را سابمیت کردیم و گزینه اوکی را میزنم. خب دوستان عزیز، اپلیکیشن ما موافقانه سابمیت شد. دوستان عزیز، در این قسمت مای اپلیکیشن شما هر اپلیکیشنی که در اینجا سابمیت کرده باشین را برای شما نشان میده. اپلیکیشن هایی که نیمه کاره مانده باشه اونا را همچنان اینجا نشان میده. خب این قسمت یک دکمه داره، دانلود داکومنت است. اگر روزی کلیک کنیم این اپلیکیشن ما را دانلود میکنه و میتونیم بعدا ریویو کنیم. و همچنان قسمی که گفتم اپلیکیشن فعلا وقت داره، به او خاطر ما میتونیم که قبل از اینکه اپلیکیشن ما را زود سابمیت کنیم به یک کسی که تا حال در بورسیه رفته در این بورسیه یا مثلا تجربه بورسیه و اینا داره، آدمی ورزیده و موفق است، برای زو میتونه روان کنین به خاطر ریویو یا چکاپ و بعد از این که اطمینان دادن شما میتونید که سابمیت کنید. خب دوستان عزیز، از حالا 45 روز وقت داریم، خیلی وقت زیادی است و شما تمام اسنادهایتان میتونین آماده کنین و تمام چیزهایی که ضروری است. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو مفید باشه. تا جلسات بعدی و ویدیوهای بعدی، الله نگهدارتان.